مثلا اگر نغزیده داشته باشی بگو اگر خداوند امور مد نصیب کنه مثلا اگر چی خدایی میکنم جایزه یا نه. این نظری خوب نیست تو، لیکن وفا کردن حتمی هست. مثلا گفتید که اگر همین معشوقم اگر من به زنی گیرم 10 گوسفند کشته به مردمی کمبغل تمام میتیم گفتید. مثلا این کاری خوب نیست. الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که الله به همین واسطه مالی بخیل را میبرد. گفتن النذر لا یاتی بخیر، گفتن نظر خیر را نمی بیارد. گفتن یعنی که همین نظرتون سببی همین کار حل شدنش نمیشه. مثلا یک همین معشوقه داره، دوست میداره، تمام گرفتن میخواید لیکن نشده ایستاده است، پدرش نداده ایستاده است. اگر نظر کنید همین کار حل نمیشه. یعنی نظر سببی حل شوی همین کار نیست. دیگه آدمایی نمیکنه من دختردار شوم این میکنم، پسردار شوم اون میکنم، گفته نظر میکنم. این نظرها نادرست است. این نظر مالی بخیل است. گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله النذر لا یاتی بخیر، نظر خیر نمی بیارد. یعنی نظر سببی همون آمدن خیر نمیشد، فقط که الله تعالی به همین واسطه پولی آدمی بخیل را میبرارد. بخیل گفتن یعنی شرط کتی خیر میکنند. اگر به من شفا دهی من فلان قدر خیر میکنم، اگر فلان تجارتم را رود خیر میکنم، اگر این شود بد خیر میکنم. یعنی شرط کتی. این آدمی بخیل است. گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله. لیکن فرض کنیم این کارا کردید، همین شرط ماندید، اكو همون حادثه شد، یعنی به مراد رسیدید، بله یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. الله تعالی تعریف کرد اونایی که به نذر وفا میکنند. نذر حتمی هست وفا کردن. وقتی که کارتون که بود شد باید نذر وفا کنید. خب لیکن نذر این خیلی نمیشه. نذر بعدی کار شدن به شرط باشه. مثلا الحمدلله حاضر من صحت سلامت هستم، در زندان نیستم، حالی در قید حیات هستم، شل نیستم، کور نیستم، نابینا نیستم، مثلا قرضدار نیستم، شکرانه الله پگاه روزه میدارم، مثلا روز عید قربانی میکنم، مثلا خیلی کند اجازت است به شرط. فهمیدید؟ مثلا بسیار آدمایی رو میدونیم مثلا همین خیلی سخن میگن استاد مثلا کردنش خوبه یا نه؟ نه گفتم که پیامبر صلی الله علیه و آله این به سببی همون کار حل شویش نمیشه. او در تقدیرتون باشد و میشه، کما که دیر میشد و میشه. سببش همین نظر نه. النظر لا یاتی بخیر. این نظر خیر نمی بیارد. این فقط مالی که الله تعالی مالی بخیل به همین راه میبره و دیگر راه که خیر نمیکنه. پولش های سلامتی دارد، فرزند دارد، عائله دارد، همه چی دارد، هم تو خیر نمیکنه و شرط که خیر میکنه. همین خیلی آدمای مالش الله تعالی میبرارد. گفتن